ایتن رایز ملقب به ناتی اوساما یکی از بهترین رپرهای دیرین نیویورک بود. اون متولد 2008 بود و کارش رو از سن کم شروع کرد و در همون سن کم به شهرت رسید، جوری که شده بود الگوی رپرهای نوجوان و کسی نبود الکی بگه دود گنگ بر مواد مخدر، بلکه واقعا تو سن کمی گنگستر به تمام من بود. از حمل اسلحه تا مواد مخدر و زندگی پرخطر و پرماجراش تو هارلم نیویورک بگیم. اون عضو گنگ اووای بود و چند تا از رپرهای معروف اووای اشاره میشه به دیدی اوساما، برادر ناتی اوساما، شوگر هیل ایدات بیبی و شوگر هیل کیم که الان زندانه، فیلی کیم، و چند تا از آهنگای معروفش اشاره میشه به ویتاوت یو، دد آپس، بی مامی، دوم مردم هی دامی، نه ببخشید، و مردم هارلم جوری بودن که واو این کیه بابا، و تو اکثر موزیک ویدیوهای اووای بود و موزیک هاشو داخل همه پلتفرم‌های آره دیگه خلاصی گنگی بود برای خودش. و اول آهنگش که اسمش افتر مس، اشتباه تلفظ بکنم به بزرگی خودتون ببخشید، اشتباه بود، شناخته شد و سبک موزیکاش انوای دیریل بود اکثرا، و کار خودش رو با داداشش دیدی اوساما شروع کرد و به نظر من یکی از بهترین استایل‌ها رو داشت، واقعا یکی از بهترین استایل‌ها رو داشت. دیریت میپوشید اصلا آدم عشق میکرد، ولی همه اینا یک دفعه تمام شد. 9 جولای 2022 در سن 14 سالگی تیک درگیری ساده به فاجعه تبدیل شد. ناتی در یک نزاع خیابانی به قتل رسید. Don't hate on me, got a 9 stays on me. She tryna be my LUV, so Diddy just boom if he play with me. Don't hate on me, got a 9 stays on me. She tryna be my LUV, so Diddy just boom if he play with me.